تهیه قبول و عملی‌گردانی سندهای معیاری حقوقی دیگر در سمت بهداشت وضع زنان از جمله برنامه دولتی برای بهتر نمودن سطح اجتماعی و اقتصادی، فرهنگی و معرفتی عائله‌ها، پیشگیری زورآوری نسبت زنان، بلند برداشتن مقام زن در جامعه، اشتراک فعالانه آنها در اداره‌کنی دولت، آماده نمودن کادرهای بالایقت و دانشمند از حساب زنان و دختران و بلند برداشتن معرفت حقوقی زنان مساعدت نموده است. باید گفت که امروز در کارخانه و تشکیلات‌های ناحیه شهرنو نزدیک به 1000 نفر زنان از این حساب زیاده از 400 نفرشان همچون کادرهای راهبری کننده کار میکنند. در حقیقت در پیام امساله اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشروی ملت محترم امام علی رحمان مقام و منزلت زنان و بانوان باز هم بلندتر برداشته شد. قید نمودن با مورد است که شماره زنان صاحبکار در حدود ناحیه 602 نفر را تشکیل می‌دهند. در ساحه کشاورزی 135 نفر زنان کار و فعالیت نموده ایستادند. در نظام بانکی 13 نفر زنان کار و فعالیت نموده ایستادند که نسبت سال 2017 8 نفر زیاد میباشد. در آینده ما کوشش می‌نماییم که کادرهای راهبری کننده را از حساب زنان و دختران لیاقتمند زیاد نماییم. بهر آبادی و سازندگی یک گوشه کشور عزیز خود سهمی باسازای خود را گذاریم. عملی‌گردانی سیاست دولتی در سمت تامین حقوق‌ها و امکانات‌ها دایر به تربیت، انتخاب و جابجاگذاری کادرهای راهبری کننده کشور از حساب زنان و دختران لیاقتمند، تامین دسترسی زنان و دختران به خدمت دولتی، تامین حقوقی برابر مردان، تعیین نمودن به وظیفه‌های راهبری کننده و جلب بیشتر دختران به تحصیل میباشد. در بیمارخانه 583 نفر کارمندان تشکیل می‌دهند که از آنها 505 نفرشان را زنها تشکیل می‌دهند و در خود بیمارخانه مرکزی ناحیه شهرنو 7 نفر مدیر شعبه کار فعالیت که از حساب زنها میباشند کار فعالیت کردند. 13 نفر همشیره کلان از حساب زنها کار کرده ایستادند و باقی مانده آنها در مرکز سلامتی دهات از حساب زنها کار و فعالیت کرده ایستادند. باید گفت که طبق دستور سفارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان تا سال 2022 شماره زنها در بین خدمتچیان دولتی تا 40% و در بین راهبران تا 30% زیاد کرده شود. مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شهرنو در این سمت نقشه‌های مشخص را راه‌اندازی کرده است.